گلچین هفته. شنوندگان عزیز سلام. با آرزوی سلامت و شادی شما امیدواریم مجموعه برنامه‌های گلچین هفته مورد توجهتان قرار گرفته باشد و این برنامه بتواند در راه معرفی و شناساندن آثار خوب موسیقی ایرانی موفق گردد. یکی از وظیفه‌هایی که واحد موسیقی رادیو به عهده گرفته بازسازی تصنیف‌های قدیمی است که در سالهای دور گذشته روی صفحه گرامافون ضبط شده و متاسفانه به علت ابتدایی بودن وسایل فنی آن روزگار و کهنگی صفحه‌هایی که باقی مانده امروز قابل شنیدن نیست. تولید موسیقی رادیو سعی می‌کند با دقت و امانت کامل این تصنیف‌ها را دوباره تقریباً در همان حال و هوا اجرا کند. فریدون ناصری دوست گرامی ما مسئولیت این کار را به عهده گرفته و محمود ذوالفنون با وی همکاری می‌کند. اولین تصنیف انتخاب شده ترانه است در افشاری با صدای پروانه. در اجرای تازه این ترانه هنرمندان جلیل شهناز، اصغر بهاری، منصور سارمی، حسن ناهید، ابوالقاسم داروغه، ناصر ابوترابی و جهانگیر ملک همکاری داشتند. قسمتی از اصل ترانه را که با صدای خانم پروانه ضبط شده است بشنوید. و حالا به همین ترانه که جدیداً با صدای خانم پوران بازسازی شده توجه فرمایید.
باز وای بر من و دل کردم باز وای بر من و به شکر خنده ای ز من جان خواست به شکر خنده ای ز من جان خواست کشف شد راز وای بر من و دل کی نشد راز وای بر من اجرای تازه ترانه قدیمی صبح شد باز را با صدای خانم پوران شنیدید. پوران از خوانندگان پرسابقه گل هاست و اغلب ترانه‌های عارف و شیدا را با صدای خوب او شنیده ایم. یکی از ترانه‌هایی که پوران در سالهای پیش خوانده و هنوز زنده و زیباست، ترانه‌ای است از ساخته‌های جهانبخش پازوکی به نام دستی نگیرد دست من که میشنویم.
این هفته مصادف بود با سال روز درگذشته 2 تن از هنرمندان بزرگ موسیقی و شعر ایران. خالقی و رهی از یاران و همکاران عزیز رادیو بودند و هنوز پس از سالها جایشان خالی است و یادشان گرامی. مرحوم خالقی دارای آهنگ‌ها و کارهای ارکستری و همچنین نوشته‌ها و کتاب‌های فراوانی هستند که اکثر شنوندگان عزیز از آنها آگاهی دارند. یکی از کارهای پخش نشده شادروان روح الله خالقی آهنگی است به نام می ناب بر روی غزلی از حافظ. این آهنگ 14 سال پیش به رهبری شادروان خالقی با صدای بنان ضبط شده و امروز پس از 14 سال برای اولین بار از این برنامه پخش می شود. جامی به یاد گوشه مهراب می زدم. چشمم به روی ساقیا، گوشم به قول چنگ، فالی فالی
به چشم و گوش در این باغ می‌زده. به چشم و گوش در این باغ خیال روی تو نقش خیال روی تو تا وقت صبح بر کارگاه دیده بیخواب می‌زدم، بر کارگاه دیده بیخواب می‌زدم. هر مرغ که از سر شاخ سخن بجست، بازش به طره تو، بازش به طره تو، به مضراب می‌زدم، بازش به طره تو، بازش به طره تو، به مضراب می‌زدم.
باده میگرفت باده میگرفت ساقی به صوت این غزلم باده میگرفت باده میگفتم این سرودو می ناب از شادروان رهی مؤیدی غزلها و ترانه‌های فراوانی شنیده ایم که هر کدام از بهترین نمونه‌های شعر و ترانه معاصر است. آخرین ترانه‌ای که از رهی باقی مانده شعری است که بر روی آهنگی از علی تجویدی ساخته و در بستر بیماری به پایان رسانده است. ترانه میمیرم را با صدای خانم هایده و شعر رهی میشنویم.
به چشمم که بی تو ز جان سیرم. نگاهی که میمیرم. خب از عروسی حرف بزنیم. این اصطلاحی است که مردم گیلان برای عوض کردن روحیه مجلس به کار میبرند و از غم و ناگواری به شادی و خوشی رو میکنند. با ذکر ضرب المثل گیلانی بسیار بجاست که ترانه گیلکی می گیلان با صفایه را با صدای منتشری بشنویم. منتشری این ترانه را هفته گذشته با ارکستر سازهای ملی خوانده است.
بخم در پیشین تهرانیان بی دفتر و باب و رخم همه جا سر بزنیم شادی دنیا بکنیم قصه دور بشنیم دشمن رسوا بکنیم اخم و تخمه و ندیمه نبابون آتش و بیمه اخم و تخمه و ندیمه نبابون آتش و بیمه بیا بشیم صحرامیان پیر و جوان بدین بیا بشیم صحرامیان پیر و جوان بدین میگیرم با صفایه میان ای با وفایه وقت خوشحالی و غم میمرم با وفایه من و تو هر دو جوانیم و عمیقم را بلانیم من و تو هر دو جوانیم و عمیقم را بلانیم اخم و تخمه و ندیمه نبابون آتش و هیمه اخم و تخمه و ندیمه نبابون آتش و هیمه بیا بشیم صحرامیان پیر و جوان بدین بیا بشیم صحرامیان پیر و جوان بدین میگیرن با صفایه میان ای با وفایه وقت خوشحالی و غم میمرم با وفایه من و تو هر دو جوانیم و عمیقم را برانیم من و تو هر دو جوانیم و عمیقم را برانیم اخم و تخمه و ندیمه نوابان آتش و هیمه اخم و تخمه و ندیمه نوابان آتش و هیمه بیا بشیم صحرامیان پیر و جوان بدین 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 بیا بشیم صحرامیان پیر و جوان. در هفته گذشته ارکستر سازهای ملی ترانه محلی کمرشل را با صدای شهابی ضبط کرده است. ملودی این ترانه از آهنگ‌های بومی و قدیمی کردستان است که با شعر توصیفی و زیبایی که در وصف معشوق ساخته شده است میشنوید. ترانه محلی کمرشل با صدای شهابی. کمرت بردینه
قرش الشبي بأسا آخ دي باچات بتبينه بس بيه وبس بتشوف كمرشد بس خو بنينا باتيري مزقان مال ويران جريقم دربنا كمرشد كمرشد جا کمرت بودینه قرش شلبی بسا آه دی با چاد بتبینه ترانه کردی کمرشل را با صدای شهابی شنیدید. ترانه تازه دیگری داریم که سیما بینا خوانده است. آهنگ این ترانه را حسن یوسف زمانی ساخته و سیروس شهردار آن را برای ارکستر تنظیم کرده است. شعر این ترانه از آذر صرافپور است.
ترانه صدای تو را که سیما بینا خوانده و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی اجرا شده شنیدید. از شما دعوت می‌کنیم به رنگ ماهور از ساخته‌های فخرالدینی توجه فرمایید. رنگ ماهور را شنیدید. حالا به رنگ دیگری از ساخته‌های روح الله خالقی گوش کنید.
تا برنامه آینده گلچین هفته به خدایتان می سپاریم و برایتان روزگاری خوش آرزو می کنیم.